جزء لیلت القدر جور میشه. شبی که از 1000 برابر 1000 ماه عبادت در یک شب عبادت است. اگری به ماه تعلق میگیره، ماه مبارک رمضان است، ایماره الله متعال عزت میبخشه. عبادت ایماره، قیام و طاعت ایماره الله متعال علایده از خود بدل و عوض میده. دیگه و اوقات الله متعال هر نیکی را الله 10 چند یا 700 چند زیاد میسازه. بجز از روزه، روزه را الله متعال خود میگه که الصوم لی و انا اجزی به، روزه برای ماست و من پاداش میدم. چقدر پاداش بیان نکرد الله متعال. آنقدر عظیم ماست، طاعت و عبادت ما برای ما آنقدر عظمت داره که الله میگه ما بدل میدم. از او خاطر ما مسلمان ها باید این فرصت های خیلی مهم و ارزشمند بالکل درک بکنیم، بفهمیم که اینمی اوقاتی که الله